مجموعه آوای بوف تقدیم می کند. کتابچه‌ای در مورد الکلی‌های گمنام. خیلی جوان؟ هیچ کس به خاطر اینکه خیلی جوان یا پیر است نمیتواند ادعا کند که از الکلیسم در امان است. الکلیسم بیماری است که ربطی به سن و سال ندارد. این بیماری میتواند هر کسی را فارغ از اینکه ثروتمند است یا فقیر، زن است یا مرد مبتلا سازد. اینکه چه مدت است الکل مصرف می کنید یا چه نوع الکلی مصرف می کنید اهمیتی ندارد. وقتی مسیر زندگی شما چندان روشن نیست و آینده‌ای ظاهراً در مقابل شما وجود ندارد، آنگاه شاید به این فکر بیفتید که شاید مصرف الکل مشکلات را کمتر کند. بیایید ببینید آنها که چنین کردند چه میگویند. نام شخصیت ها: بورلی، پات، وینی، جیم، جان، جانیتا. داستان بورلی را میشنوید. نام من بورلی است. حین تحصیل در مدرسه سعی می کردم تمامی قوانین را رعایت کنم و نمرات خوبی کسب کنم. اما هرگز به سطح توقعاتم دست نمی یافتم، چرا که سطح توقعات من بسیار بالا بود. یک روز نهار دوستم یک پیک مشروب می خورد. من دوست نداشتم قوانین را زیر پا بگذارم و مشروب بخورم. اما دوستم گفت که اشکالی ندارد، بخور. و ما مشروب را نصف کردیم. وقتی تصمیم گرفتیم به سر کلاس برگردیم دیگر مست شده بودیم. وقتی در گروه سرود برای تمرین کلاس موسیقی قرار گرفتم کنترل کارهای خودم را از دست داده بودم. اما به خودم گفتم من میتوانم. نوت‌ها را اشتباه می‌خواندم. معلممان تمام کلاس را از خواندن متوقف کرد و به من گفت امروز بورلی سابق نیستی. و آنجا بود که حس حماقت به من دست داد. این روزها پس از خوردن مشروب احساس آرامش می‌کنم. از بطری مشروب‌های والدینم می‌دزدم و به جایش آب توی بطری‌هایشان می‌کنم و ظاهراً کسی چیزی نمی‌فهمد. این روزها همیشه در اتاقم مشروب میخورم، اما نه خیلی زیاد. من الکلی نیستم. هستم؟ نام من پت است. هیچ وقت نمیشد که روزی یا 2 روز در میان لب به مشروب نزنم. از این بابت نگران بودم. همیشه وقتی کسی حواسش به من نبود عرق یا شراب میخوردم. گاهی صبحها که از خواب بیدار می شدم وقایع شب قبل را اصلا به خاطر نمی آوردم. اگر می خواستم می توانستم نوشیدن الکل را کنار بگذارم. اما الان چنین خیالی ندارم. الان نه. به هیچ وجه. کاری که باید بکنم این است که باید حواسم را جمع کنم. مثلا زمانهایی که سر جلسه امتحانم. یک بار مصرف را کنار گذاشتم چرا که حس کردم مادرم متوجه مفقود شدن پولهایی که از کیفش می شود شده است. اما من باید مشروب می نوشیدم. در غیر این صورت حتی قادر به حرف زدن با دخترها یا هیچ کار دیگری نمی شدم. واقعیت این است که حتی قادر به ایستادن هم نیستم. شما که خیال نمی کنید من الکلی باشم. خیال می کنید؟ داستان جیم را میشنویم. اسم من جیم است. من مصرف را با کمی عرق شروع کردم. تعطیلات آخر هفته پیش به این پارتی رفتم. همه چیز مهیا بود. شلوغ و مشروب بسیار. من که میخواستم همرنگ جماعت باشم لبی به مشروب زدم. اما ظاهراً علیرغم اینکه تصمیم گرفته بودم خودم را کنترل کنم نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. من الکلی نیستم. هستم؟ داستان جانیتا را بشنویم.
نام من جانیتا است. من و دوستانم هفته پیش سوار بر ماشین در خیابانها پرسه می زدیم. چند بطری آبجو خریدیم و خوردیم. روز بعد وقتی بیدار شدم در زندان بودم. حتی نمیدانستم چرا مرا به آنجا برده بودند. یک نفر به من گفت که سوار ماشین دزدی شده بودیم. پدرم دنبالم آمد و مرا از وسط این افتضاح بیرون کشید. مصرف الکل دیگر مایه تفریح نیست. شاید فردا ترک کنم. من الکلی محسوب نمیشوم. میشوم؟ داستان جان را بشنویم. نام من جان است. پدرم وقتی 11 سال داشتم ما را ترک کرد و من و مادرم خانه ایمان را عوض کردیم. این زمانی بود که من مصرف الکل را آغاز کردم. یافتن دوستان جدید سخت بود، اما مصرف مشروب تحمل مشکلات را آسان‌تر می‌کرد. وقتی 14 ساله شدم دیگر مدرسه نرفتم و وارد کار ساختمانی شدم. در 16 سالگی از کار بیرونم کردند. خانه‌ام را از دست دادم و آواره خیابان شدم. برای مصرف چک جعل کرده بودم. آنها برای چک‌های بی‌محل دنبالم بودند. وقتی دریافتم که دنبالم هستند، یک ماشین دزدیدم و از شهر گریختم. 2 افسر پلیس تنها در فاصله یک خیابان از اداره پلیس من را داخل ماشین با یک بطری اسکاچ یافت. مشکل مصرف الکل نبود. مشکل این بود که بازداشت شدم. 1 سال بعد دوباره جفت جور شدم و نزد مادرم برگشتم. شغل ثابت یافتم و تمامی بدهی‌هایم را به جامعه پس دادم. بعد به یک مهمانی رفتم و یک آبجو خوردم. آن شب تلو تلو زنان به خانه بازگشتم. تنها چیزی که از آن شب در خاطرم مانده آن است که مادرم را زدم و بعد خود را در ماشین پلیس و در راه زندان یافتم. حتما دیوانه شده بودم. من الکلی نیستم. هستم؟ داستان وینی را بشنویم. نام من وینی است. از 15 سالگی شروع به مصرف مشروب کردم. عادت داشتم با دوستانم مشروب بخوریم و با هم نصف کنیم. روز بعد از مصرف اگر از من میپرسیدند که از دیروز چه در خاطر داری، هیچ به خاطر نمی آوردم. ذهنم کاملا خالی بود. این چنین شد که اینجا یعنی الکلی های گمنام را یافتم. وقتی به این انجمن پیوستم پر از کینه و ترس بودم، اما علیرغم رفتار و کردار من آنها مرا با خوشرویی پذیرفتند. بسیاری از اعضای این انجمن تنها با نام کوچک خود در انجمن شناخته می شوند و کسی فامیلی آنها را نمی داند. هیچ کس نمی خواهد زیاد از حد بداند. عضویت در الکلی های گمنام هزینه‌ای ندارد. اعضا تنها همانقدر که مقدورشان باشد کمک مالی می کنند یا وقت می گذارند. هیچ کس آنقدر جوان نیست که دچار بیماری الکلیسم نشود. بدون شک من الکلی هستم. اما دریافتم که می توانم زندگی خوبی بدون نوشیدن الکل داشته باشم. الکلی های گمنام عزیز، من الان مست هستم. نامم دیوید است. الان دارم ویسکی میخورم. مصرف الکل اذیتم نمی کند. 13 سال دارم. 2 سال است که دارم الکل مصرف میکنم. من کمک میخواهم. اما نمیخواهم مادرم بفهمد الکلی هستم. من با مادرم و برادر کوچکترم زندگی میکنم. برادرم نمیداند که الکلی شدم، اما وقتی مست میشوم از من نفرت پیدا میکند. دوستانم در مدرسه مرا به خاطر مصرفم بسیار اذیت میکنند. من چه باید بکنم؟ من عاشق موسیقیم. من درام و گیتار میزنم و میخواهم موسیقیدانی بزرگ شوم. من به کمک نیاز دارم. دیو، لطفاً سریع پاسخ مرا بدهید. الکلی های گمنام هر جا که شما باشید حضور دارد و هر وقت که به آن نیاز داشته باشید در خدمت شماست. بهتر است باور کنید.
الکلی‌های گمنام افرادی متشکل از هر نژاد، مذهب یا بیدین و گروه اجتماعی در دنیای امروز ماست. بیش از 1/3 کسانی که به این جمعیت می‌پیوندند را زنان تشکیل می‌دهند. اعضای این جمعیت شامل بازیگران تلویزیون، سناتورها، قضات، فروشندگان، کارگران ساختمانی و حتی خوانندگان راک هستند. در ورود به این جمعیت برای آنان که به آن نیاز دارند گشوده است. در بسیاری از جاها جوانان عضو جمعیت گروه‌های مختص به خود را شکل دادند. هوشیاری موفقیت آمیز نه تنها در یک مورد که در بسیاری موارد همه به دست اعضای کمتر از 12 سال و همه به دست اعضای بیشتر از 80 سال به دست آمده است. وضعیت مصرف مشروب خود را چک کنید. 1. آیا شما برای حل مشکلاتتان مصرف می کنید؟ برای رسیدن به آرامش؟ 2. آیا وقتی از دست دیگران، دوستانتان و یا والدینتان عصبانی می شوید الکل مصرف می کنید؟ 3. آیا ترجیح می دهید در تنهایی الکل بنوشید یا در جمع؟ 4. آیا نمرات شما در حال پایین آمدن هستند؟ آیا اشتباهات شغلی شما در حال فزونی است؟ 5. آیا هرگز تلاش کرده اید مشروب ننوشید یا کمتر بنوشید و موفق نشده اید؟ 6. آیا هرگز شروع به نوشیدن الکل در جمع پیش از رفتن به سر کار یا مدرسه کرده اید؟ 7. آیا تا به حال یک لیوان مشروبتان را یک جا سر کشیده اید؟ 8. آیا هرگز دچار خلای حافظه یا فراموشی همچون یکی از شخصیت‌های این کتابچه شده اید؟ 9. آیا درباره مصرف مشروبتان به دیگران دروغ گفته اید؟ 10. آیا هرگز حین مستی مشکلی برای شما ایجاد شده است؟ 11. آیا وقتی مست بوده اید دوباره الکل مصرف کرده اید؟ دقیقاً وقتی که نوشیدن بیشتر الکل بی‌معنی است؟ 12. آیا گمان نمی کنید بهتر است مصرف مشروبتان را کنترل کنید؟ دقت داشته باشید پاسخ این سوالات به هیچ کس ربطی ندارد مگر به خود شما. الکلی‌های گمنام چه کسانی هستند؟ الکلی‌های گمنام انجمنی جهانی و داوطلب متشکل از زنان و مردان از هر نوع قشر و طبقه ای است. این افراد دور هم گرد آمدند تا با در اختیار گذاشتن تجربه، توان و امیدشان یکدیگر را به منظور کسب سلامتی و حفظ آن یاری رسانند. همچنین به دیگران در حل مشکل الکلیسم و کسب بهبودیشان دست یاری دهند. تنها لازمه عضویت تمایل برای ترک الکل است. عضویت در این انجمن هیچ هزینه و شهریه‌ای ندارد. ما مسئولیت هزینه ها را خودمان تقبل می کنیم. انجمن الکلی‌های گمنام به هیچ فرقه، گروه مذهبی و سیاسی، سازمان یا مؤسسه‌ای وابسته نیست و تمایلی برای درگیری در هیچ بحث و گفتگویی ندارد. همینطور هیچ موضعی له یا علیه کسی در رابطه با مسائل خارج از الکلی‌های گمنام اتخاذ نمی کند. هدف اصلی ما سالم بودن و کمک به دیگر الکلی‌ها جهت کسب سلامتی است. 12 قدم انجمن الکلی‌های گمنام. 1. ما پذیرفتیم که در مقابل الکل ناتوانیم تا آن اندازه که کنترل و اداره زندگیمان از دستمان خارج شد. 2. به این باور رسیدیم که نیروی برتر و بالاتر از خودمان میبایست ما را به خرد و سلامت عقل بازگرداند. 3.
تصمیم گرفتیم تا سمت و سوی اراده و زندگیمان را در راستای اراده پروردگار، البته تا آن اندازه که ما او را درک می کنیم قرار دهیم. 4. فهرستی صادقانه، دقیق و بیباکانه از کارهایمان تهیه می کنیم. 5. در برابر پروردگار، خودمان و انسانی دیگر طبیعت واقعی اشتباهاتمان را اعتراف می کنیم. 6. کاملا آماده ایم تا تمامی نقایص موجود در شخصیتمان را بزداییم. 7. متواضعانه از پروردگار می خواهیم تا کاستی هایمان را مرتفع سازد. 8. فهرستی از کسانی را که به آنها صدمه زده ایم تهیه کرده تصمیم می گیریم تا همه آنها را جبران کنیم. 9. در هر جای ممکن از تمامی کسانی که از دست ما آزرده شدند مستقیما عذرخواهی کرده و سعی می کنیم اشتباهات خود را جبران کنیم، مگر جایی که عذرخواهی ما سبب ناراحتی آن فرد یا دیگران شود. 10. همچنان به تهیه فهرست اشتباهات خود ادامه می دهیم و به مواردی که مرتکب اشتباه شده ایم بی‌محابا اعتراف می کنیم. 11. در عبادات و مراقبه هایمان برای تعمق هرچه هوشیارانه تر ارتباطمان با پروردگار کوشش می کنیم، البته تا آن حد که ما قادر به درک او هستیم، و تلاش می‌کنیم تا آنچه او می‌خواهد باشیم را دریابیم تا بتوان به آنچه که او می‌خواهد به انجام رسانیم عمل کنیم. 12. پس از رسیدن به این بیداری روحانی که خود نتیجه گام برداشتن در این مسیر است، سعی می‌کنیم تا این پیام را به دیگر الکلی‌ها برسانیم و این اصول را در تمامی شؤون زندگیمان به کار بندیم.